رحمان رحیم. امروز هم در دکان آقای رضایی که به قول خودش یک روز در جزیره کوک است. امروز هم در دکان آقای رضایی که به قول خودش یک روز در چوکی مکتب نشسته، ولی انگیزه شوق علاقش باعث شده که بسیار نقاشی های قشنگ رنگه طبیعت خیلی مقبول میشه و شروع در قرقره روی چهره که اینا از خودش پرسن. آقای رضایی سلام علیکم. سلام آقای رضایی خوبی؟ سلامتی بخیر؟ آقای رضایی چی عامل باعث شد که شما اینقدر علاقه پیدا کردید در هنر نقاشی؟ آقای نوری، ما خودم یک کارگر ساده بودم، بنایی میکردم همیشه. به خاطر که این نقاشی خیلی خوش داشتم، سیدیاش خریدم، کتاباش خریدم. ما نمیتونستم که در یک جای برم در کورس، به خاطر که کارهای بنایی بود دیگه، یک روز یک جای، یک روز یک جای. ما کم ادامه دیده اون را یاد گرفتم که حالا 3-4 دونه شاگرد دارم، میخوایم بخشی زو کم چیزا رو یاد بدیم. این هنر که شما دارین میخواین انتقال بدین بخشی شاگردان؟ آره، کمی دیگه داینده یک نفر یاد بگیره خوبه. یک وقتا خود آدم مثلا فوت نه می زیر خاک بره هنر آدم، یعنی هنر آدم باید باقی بمونه. آره به خاطر چی دیگه اینا دی بیکاریم، باید میره ادامه بدیم. شما آقای رضایی در کورس هم رفتین؟ نه یک روز نرفتم، ما خود مطبت نخوندم دیگه. ما آره یک روز گفتین که ما اصلا بیشتر 12 دونه کارگر داشتم، بنایی میکردم. آره خیلی خلاصه اگر شوق داشتی یاد میگیردم. آره علاقه. خود خبر داری که ما یک روزم در مطب نرفتم. یادم خط فارسیم خوبه دیگه، نقاشی من تا جای بد نیه. مقصد یعنی اینجا که آقای رضایی اینی تایپ چند میگفتم؟ 530 میگفت؟ تایپ 530 که 60 سال پیش یاد جور شده. 60 سال؟ زمان ما کم دیاد من ده که اینجا تایپ 530 مبردی در خانه از داخل ما یک دنه بود، بعد اون نوار پرم که دیران نیم کنم کل گپای در خانه بود. خلاصه مبردی نوار پرم که دریم کردی. این تقریبا گفت 60 سال پیش 60 سال پیش بورس ده فعلا ما نگاه کردم، هم ردونش خیلی قویه، هم خواندنش خیلی قویه. مثلا یک دقیقه روشن آقای رضایی، جایگاه سابقه کسایی که من نسل نو ایج اصلا یک نمفهمه که خلاص این نوار داشت، باز نوار زیر میگفتی سر مکدی سعی که آقای رضایی چی یک سرقه خاص بخرد دادن، یک جعبه مخصوص بخشی زیده نظر گفته. اینی دوستا این نوارا هست که در سابق قضی استفاده بکرد، آهنگ گوش میکرد، پیشتر دنبوره گوش میکرد دیگه. این روز هم دیم چی میبخورد حالی رضایی که این نوارا سعی که در بین تایپ میلی را فعلا نوار بیلتون بیلمون نوار بیلم است. ردوانو باشتم Allah kya tu gyan tumhar dariya ne, Allah ka misli khud birabar dariya ne.
شد الله مرا که میبینی غمگین و میشی الله شب و کجا میخنداری را کنبان الله گئی جنگی گئی آشتی را کنبان سر مکلم نوارم زدیات من ده ره نوارش قد نه قد چیز سر مکلم خیلی جالب بود یعنی قد قلم سر میکنه قلم اگه فهمور سر که مثلا می خواندن میخوای پس بگی یعنی مثلا یعنی جوانایی که امروز اگر چای بالتی داشت که خودش خط بالتی سر بودن یعنی سرکدون خط بالتی خیلی مصرف برق زیاد بود مصرف برق زیاد بود دیگه کنجه کنه یا مثلا ایتون کده زنبو خواندن پس میمد بیستی خواندن پاس میمد یا مثلا تیر میکده تیر میکده بیشتر از این بخشیش خیلی استفاده هم کد رضایی از این تایوی 530 و تلویزیون نبود دیگه می بود مردم را کلا در مجلس ها که ما رفتیم یعنی در می بود میمانی ها دیگه یا غزل میشت مثلا یا ساز میشت هر جایی عکسای خود رایی کو ملمی دل